انتخابات پرزیدنتی در قرقیزستان را برگزار شده اعلام کردند. با گفته مقامات بیش از 50% مردم رای دادند. تقریباً 1,700,000 نفر در انتخابات شرکت کردند. نامزد حزب حاکم پیش صف است. Сооронбой Ҷейнбеков пешсаф аст, баъди Омурбек Бабанов меояд, дар ҷои саввум Адахон Мадумаров аст. Ҷейнбеков 54,22% ва Бабанов 33,47% райҳоро соҳиб шуданд. Бабанов Омурбек Токтогулович 33,47%. با گفته مقامات و ناظران سازمان کشورهای مشترک المنافع انتخابات آرام و به قانونشکنی‌های جدی صورت گرفت. سورونبای جینبکوف نامزد حزب حاکم و نخست وزیر سابق از طرفدارانش برای باوری با او اظهار سپاس کرد. ما در 6 سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شدیم. در این 6 سال در تمام ساحه‌های زندگی پیشرفت کردیم. وظیفه اصلی من حفظ دستاوردها و تکمیل کارهایی است که شروع کردیم. ما در پیش اصلاحات زیادی داریم و باید این اصلاحات را انجام دهیم. تحلیلگران میگفتند که پیشگویی کردن نتیجه های انتخابات مشکل است، چون آموربک بابانوف صاحبکار ثروتمند رقیب نیرومند جینبکوف به حساب می رفت. در صورت اعتراف نتیجه ها، انتخابات قرقیزستان اولین انتخابات در آسیای مرکزی می شود که قدرت در یک کشور آن را از راه آسایشته از یک رهبر به دست یک رهبر دیگر می دهد.